HS 2126 هستش که من میتونم یادش بدم یک اپیک من دارم که یا همون رنگ اپیک نیستش و اتچمنت هایی برش گذاشتم اینها هستش. اولیش اینو نذارید، همیشه اینو باید بذارید و الان چون لازم زیادی نداشتم برای همین نذاشتم. بچه یه چیز دیگه هم هستش که بخوام بهتون بگم، هر کسی باید به این نیاز داره، هر شات کنی این لوله براش قوی تره، نه این فقط از همه‌شون قوی تره. و حالا آپتیون که همون دوربینه. و بچه یه چیز لزنم دارم، این خیلی بچه خفنه. این از اینا رو بهتون قشنگ نشون میدم، کدومش کامله کدومش گذاشتم. لیزر اولیه رو خب بعد این میخوایم بریم به سراغ به دو اتشمنت MG42 امون هستش که MG42 اینها رو گذاشتیم، خیلی خفن کرده. ولی به نظرم بچه اون روز بازم اینو بزنم اینا رو گذاشتیم پایه و رنگ خفن، هم اینو داریم هم این و من اینو انتخاب کردم براش. و یه اتچمنتی که دیگه میخوام بذارم این هستش که یعنی دیگه اصلا ته اتچمنت، این از اتچمنت MG42 این از اتچمنت این هستش که حالا باید بریم سراغ این هستش. حالا میخوایم بریم سراغ HDR که اتش خاصی نداره، اینو براش گذاشتیم، این و این همین هست کلن و موزلشو اینو انتخاب نکنیم بچه، من میخواستم اینو بذارم. این از همه چون تو HDR بهتره. دوربینم به نظرم یا نقطه‌ای یا این انتخاب کنید، نقطه‌ای همون کیورسس و خطی همون مارکس مال هستش. حالا نایفم همین نایف رو برای اشتیار انتخاب کنید چون اشتیار یه دفعه تیرش تمام میشه. بکنم 8 تا تیر داشته باشه الان خشم من یه 6 تا که با اون 6 تا که میزنه یا 8 تا با اونایی که میزنیم سریع تمام شد. این خودش اندازه یه دونه گال عظمت داره و یه لفیشه گذاشت. اسکیل‌های اپیک بذارید بیشتر، مثل این من فعلا اینو گذاشتم و تغییرش بدم میذارم این چون دوندگی بالاتری داره و بوم این چیزا رو بیان بهتون نشونش بدم چجوری بذارید. بومبه که وقتی میاد اول این انتخاب کنید و بیاین این بومب اول انتخاب کنید که سریع بتونه که تو چیزی که میخوره. بعد این من لژندش بذارم، شما ندارید و برای همین یه چیز دیگه بهتون میخوام بگم بذارید، یا اینو بذارید یا اینو اگه داشته باشید اینشو بذارید، این خیلی خفنه. بعد میخوام اتچ 117 رو بهتون نشون بدم. اینو دیگه صحبتی ندارم چون واقعا همه چی تمومه، 117 اسکینش کانش. و بچه اینو بذارید چون اینو نذار اما هیچی جوری نذارید چون که وقتی میخواد تکیه کنه این همرتون گان باعث میشه که سری نذارید. 47 هم داریم ولی ترکیب نذاشتم. و این خلاصا این پسر از اینا تشکیل شده، خود ببینین دیگه. اصلا من چیزی نمیخواستم در مورد این عوض کنم صحبتی بکنم. پسر خوب منم یار دبستانی منم اپیشه
رنگ اپیک هم نداریم و قرمزش میکنیم. خب این از این که این توفر این گام بود. این هم که همین براش بیت بذارید. اسکیلش هم یه اسکیل خفلیه. از این ستا مدل یه دونشون رو بذارید دیگه، ولی دوتا زیاد به درد نمیخواد چون سرعت خیلی زیاد نیست. بچه ها ببخشید خونه تکولی داریم و صداش خیلی بزرگه. من میرم یه جای دیگه و ویدیو رو ضبط میکنم. الان صداش خیلی کم نشد، اصلا این نمیاد. بچه ها الان تراس کنم. این از دیله که در مورد صحبتی که نمی کردیم تو کامنت من ندیدم صحبت کنیم، ولی دیل خفن و دوستاییه که مثلا جلوش اسکلت گذاشتم و عکسش گذاشتم داخل این اینستا و یوتیوب من بنده هستش که اونجا به نظرم یوتیوب فعلا کار نمی کنیم به خاطر اینکه فعلا باید یه خورده آشنا بشیم بریم یوتیوب، به خاطر اینکه باید با خیلی از یوتیوبرها دنبال می‌کنم و خیلی از یوتیوبرها مثلا نمیخوان یک آپاراتر رو به عنوان چیز استفاده کنم. برای همین من به 100 تا دنبال کننده برسم به اینجا میرم و میخوام برم یوتیوب و یوتیوب همه 100 تا رو به من بدید خواهش میکنم. و بچه میخوام یه ویدیو بسازم که چجوری آپاراتر و یوتیوبر بشه. یوتیوبر به بلو بانک نیاز داره، بلو بانک نیاز داره، حساب کاربری شخصی نه، حساب کاربری برای کسب و کار یوتیوب یا کسب و کار از اینستا نیاز داره. به این یوتیوب تو باید به اینستا وصل کنی، لینک بذاری براش تو دیسکریپشن، لینک های بقیه چنل ها رو بذاری که اونا بیان دنبالت کنن، سابسکرایبت کنن. این شکلیه. ولی تو آپارات یه شکل دیگه هستش که اون یه شکل دیگه رو من نمیدونم چجوری بگم. مثلا باید اول خود آپارات تو رو تایید کنه، ولی یوتیوب تایید نمیخواد. یوتیوب خودش مثلا به دنبال کننده میده اول که یه خورده ناماشروتر بشی. این جمله رو یادم و داشته بریم سراغ دیل. آخرای ویدیو در موردش دوباره حرف میزنیم. بریم دیل کیو رو دیل 3 هستش که عدد ما این اتچمنت دیزا هستش که اتچمنت خفن‌ترین اتچمنت جهانه، یعنی دیل که خفن‌ترین دیل کیو جهانه دیگه و چیز دیگه هم نیستش. و بقیه که بخوام بهتون بگم اینا هستش. دوربینم و خفنه، اصلا چیز خاصی دیگه ای نداره، بقیه‌شو میتونی. این مهمتر از همشونه، واقعا این مهمتره. و بچه اینجا رو بهتون نشون بدم که دفعه چیز نشه، همشون اوکی کنید تا به دیل جمعیتی. یه دیل دیگه هم برای خودم ساختم که از همین دیله، ولی یه خورده اتچمنتش فرق داره، اون زیاد بدر نمیخوره. مثلا میخوام تریهارد کنم با این موسیقی میدم، ولی میخوام ویورد یا تریهارد میدیوم بازی کنم با این بازی میکنم که برای همین خوب. و من الان اتچمنت همو بهتون دارم، اتچمنت های خفن رو بهتون دادم. الان میخوایم بگیم که اتچمنت کدوم اتچمنت خفن. اتچمنت های مثلا مثل کاتینگ رو نمیتونم بهتون بدم چون یه محرمانه است و کاتینگ رو خودتون هم قشنگ میتونید بچینید. اپیکش رو میتونید بتل پس بگیرید. من الان بتل پس نمیزنم چون فعلا با $99 نمیتونم سیپی بگیرم برای خودم. و یه روز یه ویدیو داریم اگه برسیم به 1000 تایی داخل یوتیوب، خدا وکیلی ناموسن 50 میلیون خرج کنم سر سی پی. واقعا دارم میگم بهتون بتل پس میدم، به 15 نفرتون بتل پس میدم. آیدیتون رو میفرستین، بتل پس میزنم، تاخ 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 تاخ. خدافظ. خب الان میخوایم بریم سراغ
ستینگم بیسیکم رو بهتون نشون بدم. این از بیسیک من هستش. آروم آروم براتون میرم، دوباره ببینید. تو سر دیگه نمیرم، خدا وکیلی تش محرمون است و نمیتونم بهتون نشون بدم. و این فینیشه برای هر کسی باز نمیشه. به همون موقعی که بیاد باز کنی که اون موقع من مریض بودم و بیمارستان بودم و اتاق عمل و فلان بیستان، برای همین نمیتونستم بازش بکنم. و چی بگم دیگه، خدا وکیلی. بچه من بهتون میخوام نشون بدم که کجا همین موده رو میذارم. این مود از اینجا که نوشته استریمر مود، یعنی مثلا تو استریمری نمیخوای مثلا اسمت کسی برداره بهت اد بده، چون عدد خیلی زیاد میشه. مثلا 300 نفر یه هفته بهت اد میدن، اد فریم میدن، ببریم با بازی کنیم، دور بزنیم دفعی. این آفشه که من جلوی اینو سانسور میکنم که اسم منو نبینید. این آف گلو اسم منو نشون میشه. این که همون اسم استریمر مود رو نشون میده که نبینید. و بشو بشین در مورد یوتیوب صحبت میگم، درسته؟ یوتیوب یه چیزای مثلا چیز خاصی نداره، باید بلد باشی. مثلا الان الکسا تو 4 ماه نکشید از جی تی ای وی یه لوح سطحی گرفت. 4 ماه نکشید. واقعا ما الان پولا رو با 385 کا داره. بچه شاید براتون سوال بشه که چون مزیاد بنک لوح نداره، آدمی که به بلو بانک براش وصل نیست. اول باید به بلو بانک برای خوش وصل کنه، حساب کاربری شخصی برای خودش داره و از اینستا داره پول در میاره. دیدین تو بیشتر ویدیوهای یوتیوب زیاد نیست، ولی تو اینستا خیلی ویدیو آموزش بالاست، خیلی زیاده و اونطوری در میاره. ولی ما از آپارات هر جوری میتونیم بگیریم و جز لوح نداریم. آپارات داشته باشیم شاید مثل سال دیگه یه لوح براش بگیرم، مثل یوتیوب مثلا لوح 20,000 تایی. آپارات زیاد دنبال کننده های خاصی نداریم و اونطوری میشه که دیگه بعد خدافظی دیگه. 2-3 تا ویدیو دیگه چرایی من خواهید دید. خدا یار و نگهدار شما.